چنل جنایی سعید رضا تقدیم میکند. مخلصم رفقای جنایی، بازمون بریم سراغ پرونده امروزمون. ابی هرناندز تو تاریخ 12 اکتبر سال 1998 تو شهر منچستر نیو همشایر امریکا به دنیا اومد. دوستان این منچستر رو با منچستر انگلیس اشتباه نگیرید. این شهر واقع در ایالت ماساچوست آمریکاست. خونوادش اونو به عنوان یه دختر شاد و مهربون توصیف میکردن. همه نزدیکانش از دوران بچگیش اینطور میگفتن که اون یه دختر شیرین و بامزه است که عاشق و حامی حیوونا هم بوده. موسیقی مورد علاقه ابی سبک راک و کلاسیک بود. این دختر با مادرش یعنی زنیا از اونجایی که عاشق ورزش بودن بیشتر اوقات فراغتشونو با تفریحات ورزشی پر میکردن. اونا بیشتر وقتا به کوهنوردی میرفتن. ابی هم عضو باشگاه‌های مختلف ورزشی مدرسه‌شون بود. این دختر تو روند ماجرای این پرونده 14 سالش بود و تازه وارد سال اول دبیرستان تو مدرسه به اسم کنت واقع در نورس کانوی نیو همشایر شده بود. اون تو دبیرستان تازه شروع کرده بود به مطالعه کتابای آلمانی. ابی هر روز پیاده به مدرسه میرفت و پیاده هم برمیگشت. اون از پیاده روی کردن لذت میبرد. روز 9 اکتبر سال 2013 هم مثل بقیه روزا اون پیاده به سمت مدرسهش رفت. ساعت 2:30 بعد از ظهر همون روز هم کتابدار مدرسه اونو دیده بود که از سمت مدرسه به خونش میرفته. ابی و مادرش زنیا رابطه دختر مادری خیلی چفت و محکم و قوی داشتن. یعنی با هم صمیمی بودن و اگه قرار بود ابی خورده دیرتر مثلا بره خونه یا چه بدونم بره خونه دوستی آشنایی چیزی شبیه به این، همیشه به مادرش اطلاع میداده. شغل مادر ابی پرستاری بود و وقتی تو اون روز از سر کارش به عنوان یه پرستار به خونه برمیگشت اون موقع دیگه هوا داشته تاریک میشده. زنیا متوجه شد که یه چیزی این وسط درست نیست. اون به دخترش پیام داده بود اما جوابی ازش نگرفته بود. این موضوع خیلی مادرش رو نگران کرد ولی سعی کرد که استرسش رو کنترل کنه و به احتمالات خوشایند فکر کنه. اون به خودش میگفت که شاید گوشیش رو جا گذاشته و نتونسته خبر بده که کجاست، یا شاید اتفاقی برای دوستاش پیش اومده و رفته پیششون. به همین خاطر سوار ماشینش شد و به سمت مدرسه رفت تا ببینه ابی اونجاست یا نه. مادرش وقتی رسید مدرسه بلافاصله با کتابدار مدرسه صحبت کرد که اونم گفته بود آخرین باری که ابی را دیده ساعت 2:30 بعد از ظهر بوده که از درب خروج مدرسه داشته بیرون میرفته. حالا زنیا فهمیده بود که دخترش مدرسه رو ترک کرده و نباید دنبال دخترش داخل مدرسه بگرده. مادرش هر چقدر که سعی میکرد خودش رو آروم کنه فایده ای نداشت، چون حالا فهمیده بود که تو مدرسه نیست. احتمال میداد که بیرون از مدرسه شاید تصادف یا بلایی سرش اومده باشه. بنابراین اولین چیزی که به ذهن مادر ابی خطور کرد این بود که به بیمارستانهای محلی اونجا زنگ بزنه و بپرسه. اما تا اون لحظه هم هیچ خبری ازش نشده بود. زنیا بعد از چند ساعت جستجو دیگه امیدش از دست رفته بود و فکر میکرد که دیگه تا اون لحظه باید از یه نفر کمک بگیره. پس حدود ساعتهای 7 غروب همون روز به پلیس زنگ زد تا اعلام کنه که ابی گم شده. اما زنیار میدونست که دیر اومدن دخترش اونم بدون خبر اصلا سابقه نداشته و حتما یه اتفاق بدی واسه دخترش پیش اومده، چون مشکل خانوادگی هم بینشون وجود نداشته که بگیم از قصد به مادرش خبر نداده. تازه‌ش هم علاوه بر اینا فقط 3 روز تا تولد 15 سالگی ابی مونده بود و با زنیا برنامه داشتن تا یه مهمونی بزرگ با دوستای ابی برگزار کنن. برای همینم زنیا میدونست که ابی یهویی نمیتونسته چند روز قبل از تولدش بیخبر فرار کنه و اصلا دلیلی برای این کار وجود نداشته.
برای همینم پلیسا تحقیقات اولشون رو از دم مدرسه شروع کردن و با هر کسی هم که اون روز ابی رو دیده بود صحبت کردن. اینطور که پلیساش از حرفای دوستاش فهمیدن ابی بعد از ظهر اون روز، بعد از اینکه از زمین هاکی خارج شد، بین تقریبا ساعتهای 2:30 تا 2:35 بعد از ظهر دیده شد که تو مسیر نزدیک به مدرسه قدم میزده و از مدرسه کم کم دور میشده. اون وقتی قدم میزد ظاهرا داشته با دوست پسرش جیمی چت میکرده. آخرین پیامی هم که به جیمی فرستاد یه قلب بود که تو ساعت 2:53 بعد از ظهر ارسال شده بود. با استفاده از این پیام پلیس تونست مکانی که آخرین بار گوشی ابی سیگنال داده بود رو پیدا کنن. اونا متوجه شدن که ساعت 3:07 عصر سیگنال گوشی از فاصله حدود 2 کیلومتری خونهشون دریافت شده و بعدش هم دیگه اثری از فرکانس گوشی نبوده. پلیسا همش فکر میکردن که شاید تو زندگی شخصیش مشکلی وجود داشته که باعث شده بخواد فرار کنه. شاید داشته با مشکلات روانی خودش دست و پنجه نرم میکرده. اما وقتی که همه دوستاش گفتن که اون دختر شوخ و بامزه‌ایه، این فرضیه پلیسا رو رد کرد. حالا پلیس رو حدس و گمانایی که درباره فرار ابی تو تابلو جنایی خودشون کشیده بودن به ناچار خط زدن. بعدش اونا سراغ دوست پسر ابی یعنی جیمی رفتن، چون فکر میکردن ممکنه تو رابطهشون حسادتی وجود داشته که مثلا دوست پسرش با دزدیدنش خواسته یه بلایی سرش بیاره و بهش آسیب برسونه. تو ماهای بعد از این اتفاق پلیس با همه آشنا و نزدیکای ابی مصاحبه انجام داد، اما خب هیچ کس حرفی نداشت بزنه که به روند حل شدن این پرونده کمک کنه. تا به این لحظه واقعا به نظر میرسید که ابی بدون هیچ دلیل و نشونه‌ای ناپدید شده و خب هیچ کسی هم ازش خبر نداره. مامورای پلیس ویدیوی نظارتی از مدرسه رو تهیه کرده بودن که نشون میداد ابی کاملا از مدرسه خارج شده و خب طبیعتا چیزایی هم که با خودش داشته وسایلای مدرسهش بوده. خب این به این معنیه که نمیخواسته فرار کنه یا مدت طولانی از خونه و مادرش دور بمونه، چون وسایل و پول زیادی همراهش نبوده که بخواد تأمینش کنه. اما تو ادامه پلیسا حساب بانکیش هم چک کردن ولی هیچ فعالیت و تراکنشی ندیدن. تو این چند ماهی که گذشت زنیا چه با پای پیاده و چه با ماشین تمام محلهای اطراف و جایی که احتمال میداد ابی اونجا باشه رو گشت و هر روز به تلاشش ادامه میداد. بعد از ظهر 6 نوامبر سال 2013 زنیا یه نشونه خیلی مهم و عجیبی از دخترش پیدا کرده بود که میتونست خیلی امیدوارش کنه. یه پستچی زنگ در رو زد و زنیا در رو باز کرد و یه بسته‌ای تحویل گرفت. وقتی مادرش در این پاکت نامه رو باز کرد انگاری یه نامه از طرف ابی واسه مادرش ارسال شده بود که تاریخ ارسال این نامه واسه 23 اکتبر بوده، تقریبا 2 هفته بعد از ناپدید شدن ابی. زمانی که زنیا این نامه رو باز کرده گفته که کاملا همون لحظه متوجه شده که این دستخط واسه دخترش ابیه. حتی دی ان ای دخترشون هم رو نامه پیدا کردن. اما مادرش گفت که انگاری ابی مجبور شده که این نامه رو بنویسه. اما خب بریم سراغ متن نامه. مامان عزیزم، دلتنگتم و بیشتر از اون چیزی که میتونی تصور کنی دوستت دارم. متاسفانه یک کاری کردم. من تو روزنامه ها و تلویزیون خبرها رو دیدم و برای جواب به سوالاتت باید بگم که بله، من زندم، سالم و کاملا تو امنیتم. مامان، واقعا دلتنگتم ولی نمیتونم بهت بگم که کجام. خیلی دوستت دارم. لطفاً به خاطرم قوی بمون و منم به خاطرت قوی میمونم. متوجه شدم که عشق و شجاعت به همراه امید میتونه قوی تر از ترس باشه. لطفاً امید تو از دست نده. به خاطر من مقاوم و صبور باش.
مامان یه روز خواب دیدم که به خونه برمیگردم و بزرگترین آغوشم و تقدیم تو میکنم. نمیدونم این اهمیت داره یا نه، اما بازم میگم دوستت دارم. لطفاً از طرفم سارا رو بغل کن و بهش بگو که دوستش دارم و خیلی دلم تنگ شده. امیدوارم رویاها برآورده بشن. با عشق از طرف ابی. اما من متوجه نشدم که اسم سارا تو نامش کی بوده. آیا خواهرش بوده یا رفیقش؟ چون چیز زیادی در مورد خانواده ابی ننوشته بود، فقط اسم مادرش رو من تونستم ببینم و بفهمم. پلیس نمیدونست نامه از کجا ارسال شده و نمیفهمیدن که چرا 2 هفته طول کشیده تا نامه تو صندوق پستی قرار بگیره. اونا نمیتونستن تشخیص بدن که آیا ابی چیه؟ اونا نمیتونستن تشخیص بدن آیا ابی خودش این نامه رو نوشته یا نه یه شخص دیگه ای واسش نوشته و اونا تو صندوق پستی قرار داده. مامورا این نامه رو حدود 1 ماه مخفی نگه داشتن، چون میترسیدن اگه شاید کسی اونو زندونی کرده باشه با رسانه‌ای شدن این نامه ازش انتقام بگیره و بهش صدمات بدی برسونه. اما خب یه ماه گذشت و پلیس هیچ اطلاعات جدیدی به دست نیاورد. به همین خاطر هم نامه رو سراسری و منتشر کردن. اما موضوع این نامه باعث شد که این وسط یه اتفاقی بیفته که نه پلیس و نه خانواده‌اش انتظارشو نداشتن. خیلی از مردم این نامه رو به این شکل تفسیر کردن که ابی در واقعیت فقط فرار کرده و مخفی شده. مردم به خانواده‌اش اتهام دروغگویی می‌زدن. اونا میگفتن که خانواده‌اش تو این توطئه دست داشتن. اما نزدیکان ابی میدونستن که اون فرار نکرده و نحوه نوشتن این نامه یه جورایی به شخصیت ابی نمیخورده. اونا میگفتن که کاملا واضح است که با اراده خودش تک تک این جمله رو نوشته. هر چقدر که مدرک و شواهد عینی پیدا میشد، نزدیکان ابی این حس رو داشتن که همه اینا صحنه سازیه. خوشبختانه تو این لحظه پلیس زیاد به حواشی این نامه توجه نکرد و به جستجوی خودش ادامه داد. بعد از ماجرای این نامه زنیا از طریق رسانه ها خواست نامه‌ای به دخترش برسونه و ازش خواست که حداقل تا کریسمس رو به خونه برگرده. تو 22 نوامبر مادر ابی نوشت که ابی عزیزم، من معتقدم که تو اینجا یا هم منو میبینی و هم به هم گوش میدی. بیشتر از اون چیزی که میتونی تصور کنی دلتنگتم و دوستت دارم. هر روز حضور تو احساس میکنم. تو به خونه تعلق داری. ابی، تو دختر زیبا و قوی و باهوشی هستی. تو برام مهمی. من میدونم که تو زنده ای و میدونم که امید از ترس بزرگتره و من امیدوارم که تو بتونی سریع با هم تماس بگیری. هر روز حضور تو احساس میکنم و میخوام هر چه سریعتر بیای خونه. من هر چیزی که در توانم باشه رو برای کمک به تحقق رویات انجام میدم. ابی، من آرزو و دعا میکنم که تو پیشم برگردی و من بزرگترین آغوش رو بهت هدیه بدم. از خدا میخوام این رویا به حقیقت تبدیل شه. با عشق، مامان. مدت بعد از گذشت این نامه پلیس کماکان به جستجو و گشتای خودش ادامه میداد. اونا پیاده روها و محیطای جنگلی اطراف ایستگاه اسکی کنمو رو هم گشتن. حتی از هلیکوپترایی هم برای جستجوهای بیشتر استفاده کردند. بعد از کلی گشتن بیوقفه و بدون به دست آوردن هیچ نتیجه موفقیت آمیزی، 9 ماه بعد از ناپدید شدن ابی، اون به طور عجیب و ناگهانی تو تاریخ 20 جولای سال 2014 به خونش برگشت. طبق تعریف ماجرا از خود ابی، اون اینطور میگه که وقتی مادرش رو دیده سریعا صداش کرد و بعد از اینکه زنیا معجزه حضور ابی رو تو خونه با تموم وجودش حس میکنه، فوراً به سمتش میدوه و بغلش میکنه. مادرش سریعا متوجه میشه که دخترش اتفاقات وحشتناکی رو تجربه کرده، چون رنگش پریده بود و وزن زیادی کم کرده بود. اون میتونست تغییرات ظاهری ابی رو به خاطر استرس و ترس زیادی که تجربه کرده بود ببینه.
بعد از ناپدید شدن ابی خانواده‌اش یه دوربین امنیتی رو تو بیرون از خونه نصب کرده بودن و این دوربینم لحظه برگشتن ابی به خونه و ورود اونو ضبط کرده بود. این دختر وقتی به خونه رسید میدونست که باید به همه توضیح بده که چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته و اون مجبور بود تمام اتفاقات رو به زبون بیاره. در نهایت هم ابی با پلیسا ملاقات کرد و تمام اتفاقاتی که واسش افتاده بود رو واسهشون تعریف کرد. گفت که اونا توی آلونک یا کانتینر نگه داشته بودن که حدود 9 ماه متوالی، یعنی از بعد از ظهر 9 اکتبر سال 2013 اونجا حبس شده بود. ابی گفت که تو مسیر برگشت از مدرسه به سمت خونه داشته مثل روزای قبل خیلی عادی پیاده روی میکرده، اما با این تفاوت که کفش جدیدی که پوشیده بوده حسابی اذیتش میکرده و خب به قول خودمون پاشو زده بود. وقتی داشته همینطوری به مسیرش ادامه میداده یه مرد با یه ماشین، حالا فکر کنم وانت یا شاسی بلند بوده نمیدونم واقعا، کنارش توقف میکنه و بهش میگه میخوای تا خونه برسونمت یا نه. ابی هم که اون موقع این مرد و مثل یه فرشته نجات میدیده، وقتی به پاهای زخم شده و درد گرفتش فکر میکرده، سریعا پیشنهادش رو قبول میکنه و سوار ماشینش میشه. اون میدونست که فقط حدود 1.5 کیلومتر تا خونش فاصله داره، پس به هیچ وجه فکر نمیکرد که این مسئله خیلی بزرگ و خطرناک به نظر برسه. پس خیلی مطمئن موافقت کرد و سوار ماشین این مرد غریبه شد. بعد از شروع رانندگی ازش پرسید که آیا میتونه قبل از اینکه اونو پیاده کنه کنار فروشگاه هوم دیپو وایسه؟ اما بلافاصله بعد از اینکه ابی این سوالو پرسید، راننده یه اسلحه از جیبش در آورد و لوله تفنگو به سمت ابی گرفت. تو اون لحظه ابی از ترس سر جاش میخکوب شد، اما خیلی آروم و با ترس و بغض و گریه بهش گفت که اگه اونو آزاد کنه به کسی چیزی نمیگه. اما راننده بهش یه دستبند پلاستیکی زد و یه تیشرت یا پیرنم رو سر و صورتش انداخت که نتونه این ور اون ور رو ببینه. بعدش تلفن ابی رو ازش گرفت و بلا فاصله اونو شکست تا مسیر رانندگیشون ردیابی نشه. ابی سعی کرد به زور و زحمت این ور اون ور رو یه نگاهی بندازه تا بفهمه این مسیری که دارن طی میکنن کجاست و حداقل یه تابلو، یه درخت، یه چیزی از زیر چشش ببینه. اما مرده متوجه میشه و اسلحه رو به سمتش میگیره و دوباره تهدیدش میکنه. ابی میگفت که حدود 1 ساعتی به همین منوال ادامه داشت و شخص راننده در حالی که مشغول رانندگی بود بارها بدنش رو لمس میکرد تا بالاخره ماشین متوقف شد و در نهایت هم اونو از ماشین پیاده کرد. بعدش این دختر رو به یه جای بدون پنجره برد. اون مرد چشای این دختر رو کاملا با پیرن یا تیشرت بسته بود تا نتونه جایی رو ببینه. بعدش هم یه کلاه ایمنی موتورسیکلت رو سرش گذاشت و بعد از اونم دست و پاش رو هم با یه زیپ پلاستیکی بست. متاسفانه ابی هیچ راه فرار دیگه ای نداشت و در کمال تأسف کسی که این دختر رو دزدیده بود افکار شیطانی خودش رو سر این دختر خالی کرد. بله درست متوجه شدین، اون مرد چندین بار بهش تجاوز کرد. تو کل روزایی که ابی زندونی بود این اتفاقات براش تکرار و تکرار میشد. فرد متجاوز به ابی گفت که میخواد یه چیز عجیب و روش امتحان کنه و اونو برای همیشه اسیر نگه داره، البته بدون اینکه بهش صدمه برسونه. یه حالت برده‌طوری. بنابراین یه گردن‌آویز آهنی رو گردنش با حالت قلاده بس تا کنترلش کنه. تو این 9 ماهی که متجاوز ابی رو زندونی کرده بود گهگاهی بهش میگفت بلند داد بزنه. بعدش هم خودش صدای داد زدن ابی رو تقلید میکرد و بهش میگفت میبینی چه حسی داره؟ ابی میگفت که این آدم شیطان صفت اسمشو بهش نگفته، فقط میگفت که باید منو مستر صدا بزنی. اون شخص تو اون کانتینری که ابی رو نگه میداشت نزدیکاش یه دوربین مداربسته بود که هارد این دوربین طبق اطلاعات نشون میده که این دختر حدوداً
9 ماه تو اون کانتینر حبس بوده و اصلا یه دفعه هم از اون کانتینر بیرون نیومده بوده. اون ابی رو مجبور کرده بود که پوشک بپوشه. ابی تعریف میکرد که چه موقعی که بهش تجاوز میکرده و چه موقعی که تو حالت عادی بوده همیشه خشن و عصبی رفتار میکرده. کار دیگه‌ای که این مرد با ابی انجام داده بود این بود که لوله تو دهنش گذاشته بود تا هر وقت اهرم این لوله رو فشار میداده یه خورده آب خوردن تو دهنش سرازیر میشده. متجاوز همش ابی رو تهدید میکرد که اگه حتی لحظه‌ای فکر فرار تو سرش داشته باشه تموم اطرافیان ابی رو میکشه. اونا در حالی که داخل کانتینر بودن اون آدم مجبورش میکرد تا جلوی تلویزیون بشینه و به التماس کردنای مادرش که تو شبکه خبری از تلویزیون پخش میشد نگاه کنه. ابی میگفت که از طریق اخبار و رسانه فهمیده بوده که همه باور کردن اون خودش فرار کرده و آبروی خانواده‌اش رو برده. واقعا تحمل این هم اتفاق خیلی واسه سخت بوده. برای اون آدم رو با این بهترین خبری بود که از اخبارا به دستش میرسیده. همه باور کرده بودن که اون فقط فکر فرار به سرش زد و معلوم نیست به کدوم ناکجا آبادی رفته. پس تا به اینجای کار خیال اون متجاوز آدم رو با راحت بوده که دیگه کسی دنبال این دختر نمیگرده. ابی متوجه شد که باید اعتماد کسی که اونو به اسارت گرفته رو جلب کنه تا بتونه زنده بمونه و یه بار دیگه به آغوش مادرش برگرده. ابی تو این چند ماهی که تو این کانتینر حبس شده بود هر روز به درگاه خدا دعا میکرده و هیچ موقع امیدش هم از دست نداده. ابی سعی میکرد که رابطه بینشون به وجود بیاره تا این مرد بهش اعتماد کنه. به خاطر همینم بعضی وقتا چیزایی ازش درخواست میکرد تا اون شخص آدم رو با واسش فراهم کنه. در قبال این کارا هم ازش تشکر میکرد. مثلا از اون مرد درخواست میکرد که تو واسش که کتاب بیاره و اونم بخونتش. این کتاب یه کتاب آشپزی بود که رو کتاب نوشته بود نیت کیبی. ابی تو اون موقع نمیدونست که این کتاب یا واسه خودش یا واسه کس دیگه ایه. تو این مدت هر کاری رو که این مرد از ابی میخواست اون بدون مخالفت انجام میداد تا وقتی که اون مرد بهش اجازه داد تا یه نامه واسه مادرش بنویسه. پس واقعا نامه به دست خود ابی نوشته شده بود. ابی تو اون نامه با ناخونش یه اثر مخفی روی کاغذ گذاشت که نوشته بود هلپ یا همون کمک خودمون. خب این حرکت هوشمندانه‌ای بود ولی متاسفانه اون مرد فهمید و شروع به کتک زدن ابی کرد و بعد از بررسی دقیق نامه توسط اون فرد متجاوز اونو برای مادرش ارسال کرد. بعدش ابی سعی کرد بفهمه اون مرد داره چه کارایی انجام میده که آخرش هم متوجه شد این شخص تو کار تولید پول تقلبیه. ابی به این مرد گفت که تو این کار واقعا میتونه کمکش کنه. اون مردم بهش اعتماد کرد و اجازه داد تا ابی شریکش بشه. شریک یعنی همون کمکش کنه دیگه. به هر حال اون مرد یعنی همون نیت، حالا با اسمی که رو کتاب آشپزیش بوده حالا صداش میکنیم. آره خلاصه نیت یه روز با یه کارگردان فیلمای جنسی ملاقات کرد و واسه اجرای کاراش که حالا نمیدونم چی بوده هزینه‌اشو با این پولای تقلبی پرداخت کرده بود. اما بعد از اون این آدمه باش تماس گرفت و ظاهراً بهش دریوری گفته، چون به خاطر این پولای تقلبی توسط پلیس دستگیر شده بود. ظاهراً توی یه فروشگاه محلی از اونو استفاده کرده بود و خب فروشنده متوجه شده پولی که بهش دادن تقلبیه. بعدش هم اون آدم گفته که این پولو از شخصی به اسم نیت گرفته بوده. مردی که با نیت بده بسون کرده بود فکر میکرد که تو اون محل نیت فقط پول تقلبی درست میکنه. نمیدونسته که علاوه بر این داستانا یه نوجوان رو هم به اسارت و بردگی گرفته. نیت بعد از تماس اون مرد به شدت نگران شد و برای همینم تو 20 جولای سال 2014 به ابی گفته که پلیس به زودی به اینجا میاد و منم باید همه چیز از جمله تو رو هم از بین ببرم. تو اون لحظه نیت فکر میکرد که به اندازه کافی ابی رو ترسونده تا هیچ چیزی رو به پلیس لون نده. برای همین اونو مجبور کرد قول بده که به هیچ کس چیزی نمیگه وگرنه اون و مادرشو میکشه.
خب تو اون 9 ماه هم ابی سعی کرده بود اعتماد نیت رو جلب کنه و قول بده به کسی حرفی نزنه، چون نمیخواسته خانواده‌اش توسط نیت کشته بشن. تو همون شب نیت ابی رو به ماشینش برده و به یه جاده قدیمی تو نورس کانوی رفته بودن. این جاده نزدیک به محلی بود که 9 ماه پیش ابی از اونجا دزدیده شده بود. خب طبیعتا وقتی ابی فرصتی پیدا کرد و از ماشین خارج شد، واقعا خوشحال بود که فضای بیرون رو الان میتونه با چشاش ببینه و با تموم وجودش نفس بکشه. اون خوشحال بود که به قول و زنجیر و تموم اون محدودیت ها محکوم نیست. ابی اون مسافت باقی مونده تا خونش رو با پای پیاده اومد تا یه بار دیگه آغوش گرم مادرش رو بچشه. حالا به هفته‌های بعد از اومدن ابی برمیگردیم. ابی واقعا ترسیده بود که نکنه وقتی هویت اون مرد رو فاش کنه باعث بشه که دنبالش بیاد و خونوادش رو بکشه. اون به پلیسا اعلام کرد که شخصی که اونو دزدیده یه مرد چاق بوده که رنگ پوستش تیره و لهجه ماساچوستی داشته، یعنی لهجه یه ایالتی تو آمریکا. ولی زنیا بعداً به پلیس گفت که ابی به خاطر ترس شدیدی که داشته اصلا با پلیسا صادق نبوده، چون اون به مادرش اعتماد داشته و بهش گفته که اسم مردی که اونو دزدیده رو از رو کتاباش پیدا کرده، ولی از ترس این که دوباره آسیبی از سمتش نبینه این مورد رو مخفی نگه داشته. اما بالاخره بعد گذشت حدود یه هفته از برگشتنش به پلیسا حقیقت رو گفت. ابی ادعا کرد که اون شخصی که دزدیده بودتش اسمش نیت کیبی بوده و حتی به جزئیات محل اقامتش هم اشاره کرد. بعد از چهره نگاری عکسی که با ذهنیت ابی طراحی شده بود، عکس 8 تا مرد تو سیستم بالا اومد که ابی با سرعت و اطمینان خاطر اون مردی که دزدیده بودتش رو به پلیسا نشون داد. این مجرم به 205 تا اتهام مختلف از جمله آدمربایی، تجاوز جنسی، دزدی، تهدیدهای جنایی، استفاده غیرقانونی از اسلحه و استفاده غیرقانونی از یه دستگاه محدود کننده الکترونیکی متهم شده بود. من نمیدونم 205 تا اتهام، چرا این مرد باید بیرون باشه؟ واقعا عجیبه. تو دستور اولیه دادستانی وثیقه این مجرم $1,000,000 تعیین شد. نیت بعد از 2 سال آب خنک خوردن تو زندان در نهایت با قضار همکاری کرد و طبق تحقیقات به دست اومده جرمشناس هم به 7 اتهام سنگین از جمله تجاوز جنسی تشدیدی، آدمربایی و تهدید جنایی به شخص ابی هرناندز اعتراف کرد. تو جلسه اعلام حکم ابی تونست با ترسش و غول استرس درونش کنار بیاد و یه بیانیه ارائه کنه. اون از نیت به خاطر اینکه اونو ول کرده تشکر کرد، اما بهش گفت که کارای وحشتناکش کل زندگیشو تحت تاثیر قرار داده. ابی تو این تریبون اعلام کرد که به من گفته شده بود که میتونم یه نامه تاثیرگذار ارائه بدم. حدود 2 سال میگذره اما من اصلاً دیر یا زود گذشتن این دوران رو واقعا نفهمیدم. تا به امروز نشده که روزی به اون دوران فکر نکنم. اسم و هویتم دیگه معنای روزای قبل از 9 اکتبر رو نمیده. درسته که دیگه میتونم به مدرسه برم، ولی میترسم از این که کسی بدون اسم و فامیل من چیه. نیت، من با فکر به تو و کارهایی که با هم کردی شبا میخوابم. ممکنه بعضی افراد تو رو حتی هیولا صدا کنن، اما من همیشه به تو به عنوان یه انسان نگاه کردم و میخوام بدونی که حتی زندگی بعد از اون دوران شوم خیلی برام سخت‌تر شده، ولی من تو رو میبخشم. اما باز بدونی که کارا باید اصولی و قانونی پیش بره و میخوام من و خانوادم تو امنیت باشیم. باید بدونی که من این کارو با تو نکردم و تو رو به زندون ننداختم، چون دوست ندارم خودم رو سرزنش کنم که یه آدم به خاطر من تو هلفتونی بیفته.
چون این تو بودی که تصمیم گرفتی اون اسلحه رو به سمت من نشونه بگیری، در صورتی که انتخاب من این نبود. من باعث نشدم که تو گیر بیفتی. انتخاب من نبود که تو به من تجاوز کنی. انتخاب من این نبود که تو منو تهدید کنی. همه این کارا رو خودت انجام دادی. تو ادامه اون گفت که نمیخوام همه چیزا گردن تو بندازم. نمیخوام که تو احساس کنی که راجب تو بدترین چیزای ممکنه این دنیا رو دارم میگم. من دارم حقیقت رو به تو و کسایی که تو دادگاه حضور دارن گوشزد میکنم. بعضی وقتا فکر میکنم که این ماجرا مثل یه زنجیر آهنی داره گردنمو فشار میده. درسته که از اون کانتینر وحشت رها شدم، ولی کاملا فکر نمیکنم که آزادم. خب بعضی از جنبه‌های آزادیمو نمیتونم به دست بیارم، ولی به همون اندازه میخوام بدونی که به خاطر تو از آزادیم لذت میبرم. تو ادامه گفت که من دیگه به نور خورشید و آفتاب و هوای تازه مثل قبل نگاه نمی کنم و ارزششونو میدونم. در آخرم ازت تشکر میکنم که آزادیمو به هم برگردوندی. اما تو جلسه اعلام حکم مجرم از طرف تیم هیئت منصفه، نیت کیبی 35 ساله به حکم حداقل 60 سال زندان بدون آزادی مشروط محکوم شد. اما در حال حاضر ابی روند زندگی معمولی خودشو ادامه میده. اون به عنوان یه آرایشگر کار میکنه و با مردی به اسم جیسون برن ازدواج کرده و یه پسرم به دنیا آورده. یه فیلم درباره ماجرای ابی ساخته شده و خود ابی هم با تیم فیلمبرداری همکاری کرد تا این فیلم ساخته بشه. اون گفت که واقعا سخت بود که دوباره بدترین زمان زندگیشو تجربه کنه، ولی واسهش لذت بخش بود که داستانش رو به گوش مردم دنیا برسونه. واقعا این دختر جوان ماجرای وحشتناک و تلخی رو تو زندگیش تجربه کرد. اما تو روز محاکمه نحوه حرف زدنش و مقابله با شخص نیت کیبی که همونطور که شنیدیم در نهایت هم اونو بخشید و ازش حتی تشکرم کرد، نشون میده که ابی هرناندز چقدر آدم خوشقلب و مهربونی بوده.